سلام، وقتتون بخیر. یه نکته فوق العاده مهم که خیلی از عزیزان فکر می‌کنن با دادن خیز منفی اصطلاحاً پیشخیز میتونن از این بند آیین‌نامه، این جدولی که مربوط به کنترل خیز هست جواب بگیرن، در صورتی که اشتباهه. نمیشه. چرا؟ ببین اینجا من یک تیر بتونی دارم که پیشخیز یا همون خیز منفی رو نداره قبل از بارگذاری، و بعد از اینکه بارگذاری روش انجام میشه تحت اون بارای مرده که روش میاد یک شکم دادگی رو اصطلاحاً دارم که این حس عدم اطمینان رو که ما برای بحث کنترل خیز داشتیم به من میده. اصلا این اتفاق یه حس بدی به ساکنین میده و به خاطر همین میام چیکار میکنیم؟ قبل از بارگذاری، قبل از بتون‌ریزی روی سقف، روی تیرها، یه پیشخیز یا خیز منفی به سمت بالا میدیم که بعد از بارگذاری اون حس اطمینان شکل بگیره. حالا فرض کن اینجا خیز منفی رو من منفی 3 سانتی متر به سمت بالا، 3 سانتی متر به سمت بالا دارم، منفی به سمت بالا، مثبت به سمت پایین. خب و حالا اومدم خیز مجازم رو طبق این جدول محاسبه کردم، شده مثبت 4 سانتی متر. این جدول میگه بعد از اتصال اجزای غیر سازه‌ای باید این مقدار رو چک کنی. فرض کن یه خیزی داد تیر من علاوه بر خیز منفیش که منفی 3 سانتی متر بود، الان شد منفی 1 2 سانتی متر خیز داد به سمت پایین، ولی کامل صاف نشد. حالا این 4 سانتی متر رو باید از اینجا چک کنم، چون تیغه میاد روی این و تیغه هم این 4 سانتی متر رو از اینجا حس میکنه. یعنی چی؟ یعنی من مجازم تیرم تا مثبت 3 سانتی متر خیز بده یا شکم دادگی بده، نه مثبت 4 سانتی متر. حواست هست؟ یعنی تو نمیتونی کلک بزنی که خیز منفی تو خیلی زیاد بدی و بگی که از زمانی که کاملا تیر صاف میشه حالا اون خیز طبق جدول باید حساب بشه. نه، اینجور نیست.